ولیعهد عربستان سعودی شاهزاده محمد بن سلمان در یک صحبت تلویزیونی که روز 27 اپریل نشر شد گفت که کشورش در اکثر کل مسئله ها با مأموریت پرزیدنت امریکا جو بایدن هم فکر بوده راه حل مشکل های باقی مانده را ارزیابی دارد. محمد بن سلمان که عملاً رهبری روزمره عربستان سعودی را بر عهده دارد ابراز داشت که این مملکت خواهان بهبودی روابط با ایران است. در نهایت امر ایران کشوری همسایه است و ما امیدواریم که با آنها رابطه خوب برقرار میکنیم. محمد بن سلمان تاکید کرد که عربستان سعودی جانبداری شکوفایی و رشد ایران و ممالک دیگر منطقه است. دو کشور در سال 2016 بعد از اعدام یک روحانی شیعه مذهب در عربستان سعودی و حمله اعتراضگران به سفارت سعودی در تهران روابط دیپلماتی را قطع کردند. در جنگ یمن ائتلاف زیر رهبری عربستان سعودی با آشوبگران حوثی متفق ایران دست به گریبان است. کارشناسان به لحن نرم شاهزاده عربستان نسبت به ایران اشاره کردند. در گذشته محمد بن سلمان ایران را با پشتیبانی از ناآرامی‌های خاورمیانه متهم کرده است. ماه گذشته عربستان سعودی پیشنهاد کرد که در یمن آتش بس سراسری جاری شود ولی تاکنون آشوبگران حوثی به آن پاسخ ندادند.